هذا النور شفاء صدور. یک جوانی برای اویله‌دار شدن با دختر واخوری می‌براید. با دختر صحبت کرده به همدیگر محقول می‌شوند. هر دو توی می‌کنند. بعد از توی زن به سوی شوهرش گفت بیایید مسابقه می‌کنیم. شوهر گفت چگونه مسابقه؟ زن گفت از یاد کردن سوره ها و آیت های قرآن را مسابقه می‌کنیم. کنیکی بسیار از یاد می‌کند. شوهر راضی شد و از پس از یاد کردن قرآن شدند. از پس روزها می‌گذشتند. هر دفعه شوهر بسیارتر از یاد کرده زنش را مغلوب می‌کرد. شوهر از این ذوق برده خواندن قرآن را زیاد کرده و سوره ها را از یاد می‌کرد. شوهر 1 سال نشده قرآن را از خود کرد، یعنی حافظ قرآن شد و خرسند شده به نزد پدر و مادر زنش رفت. به آنها گفت با دخترتان از یاد کردن سوره ها و آیت های قرآن را مسابقه کردیم. هر دفعه دخترتان به من مغلوب می شود. من قرآن را از یاد کردم گفته فخر کرد. پدر و مادر دختر این سخنها را شنیده حیران شدند. پدر و مادر دختر گفتند پسرم، دختری ما قرآن را در سن 9 سالگیش از یاد کرده بود کو. جوان این کار زنش را نفهمیده به خانه آمده و از زنش چرا چنین کردگیش را پرسید. زن عاقلش گفت وقتی که به شما باری اول بخوردم شما را از دین دور بودنت را دیدم، از این خاطر من به شما به شوهر برآمدم تا به شما الله را شناختن خواستم، شما را به دوزخ افتادنتان را نخواستم گفته جواب داد. شوهر اشکهای چشمش را هیچ گونه منع کرده نمیتوانست و از زنش بسیار منتدار و سپاسگزار بود. این زن عاقل به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به علی رضی الله عنه گفتند عمل کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به علی رضی الله عنه گفت ای علی، به سبب شما الله یک انسان را به اسلام درآورد یا اینکه به راه راست درآورد. برای شما افضل تر است از همه چیز در روی زمین. گفتند این زن عاقل به این حدیث عمل کرد، یعنی با سبب این زن شوهرش کل قرآن را حفظ کرد. خداوند چنین زنها را در جامعه ما در عصر ما بسیارتر گرداند. آمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.